سلام دوستان خوب و نازنینم. میخوام این بار یک ماجرای دیگه رو براتون تعریف کنم. چند روز پیش یک کلیپ براتون گذاشتم راجع به روح اون پیرمرد بلوچ که رفته بودیم آبادان کمی اسباب و اساسیه بیاریم و توی صحبت هم گفتم نمیخوام طولانی بشه و باعث کسالتتون بشه. خب یه عده از شما عزیزان پیام دادید که بگید اگر قسمتی ازش مونده. این بار میخوام از پیشگویی های مرحوم پدرم بگم که واقعا وقتی یه سری مسائل رو پیش بینی میکرد رد خورد نداشت و اتفاق میافتاد. وقتایی که میگفت دلم شور میزنه تنمون میلرزید، میگفتیم حتما یه اتفاقی میفته. خب اون روزی که آبادان بودیم به اتفاق داریوش و غلام پسر عمه و پسر عمو با بابا رفتیم طرف بیمارستان. بابا گفت بریم یه سری به احمد بزنیم. احمد دامادشون بود و گفت یه سری تو بیمارستان کار میکرد، گفت یه سری به احمد بزنیم حالا که شما دارید اسباب اساسیه میبرید ببینیم اگر چیزی داره بده بهتون شما ببرید. خب ما به اتفاق سوار ماشین شرکتی بابا شدیم و رفتیم طرف بیمارستان اوپیدی یا بیمارستان شماره 2 شرکت نفت که احمد اونجا کار میکرد. بابا رفت توی بیمارستان که احمد رو ببینه. من و داریوش و غلام توی محوطه بیرون یه نیمکت بود اونجا نشسته بودیم و حرف میزدیم، عکس میگرفتیم از هم دیگه. یه سربازی هم اونجا نشسته بود، تفنگش دستش بود و اون هم با ما همراه شد تو صحبت هامون. من ازش سوال کردم فلانی چقدر دیگه مونده به خدمتت؟ گفت فردا میرم مرخصی پایان دوره، 20 روز بعد بر میگردم کارت پایان خدمتمو میگیرم. و اون طرف در ماشین های آمبولانس پارک بود و ما هم روی نیمکت داشتیم صحبت میکردیم که یه مرحوم بابا اومد بیرون بهمون اشاره داد، گفت بیاید داخل دلم شور میزنه. وقتی گفت دلم شور میزنه گفتم بچه ها بلند شین. داریوش گفت دایی تو رو خدا بذار ما نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم تو کارتو انجام بده بیا بریم. گفت مردی که بهت میگم بلند شد دلم شور میزنه بلند شین بیاید داخل. خب ما هم جرأت نداشتیم رو حرفش حرف بزنیم. واقعا خدا رحمتش کنه، یه مقدار آدم تندی هم بود. خب داریوش و غلام با عصبانیت بلند شدن گفتم بریم بابا بریم تا دایی نزدمون. بلند شدیم رفتیم داخل. دم در ورودی بابا گفت برید داخل، گذاشت ما رفتیم داخل. پشت سرمون که اومد، ببین عزیزان وقتی موشک یا خمپاره میخواد بیاد قبلش یه سوتی میکشه و میدونی که الان میخوره یه جایی. صدای این سوت موشک رو شنیدیم، ما دراز کشیدیم تو همون راه رو زمین و یه چیزی نزدیکمون منفجر شد. اصلا گوشامون درد میگرفت، اینقدر موج انفجار شدید بود و دود تمام اون راه رو گرفت. چند لحظه ای تو شوک بودیم و بلند شدیم. وقتی دود خوابید اومدیم بیرون. به روح خود پدرم قسم موشک زده بود وسط اون نیمکتی که ما نشسته بودیم روش. تو اون محبته آثاری از اون نیمکت و سرباز و اون آمبولانس ها که اونجا بودن، شاید جای نیمکت 7-8-10 متر گودال شده بود. من دنبال سرباز میگشتم، فقط
تیکه پارهاش روی دیوار، روی اون قسمت ها ریخته بود. من شروع کردم به اشک ریختن و رفتم جلو، دیدم یه عکسی از پدر و مادرش و یه بچه دیگه اونجاست. ظاهرا تو همون لحظه داشت اونها رو نگاه میکرد. خب پدر گفت دیدی گفتم دلم شور میزنه بیاید داخل. داشتم با احمد صحبت میکردم، یهو انگار یکی بهم گفت برو بچه ها رو بیار داخل. انگار قرار بود یه اتفاقی بیفته. داریوش هنوز هاج و واج میگفت دایی نکنه خودت گرا دادی به عراقی ها، اینقدر دقیق بیاد بزنه تو نیمکت ما. اون هم گفت دهنتو ببند. خلاصه چند وقت بعدش بابا اومد تو اون منطقه جنت مکان، شرکت زراعی که زندگی میکردیم. آخه اینا تر ماری بودن، 15 روز کار و 15 روز استراحت بودن. یعنی 15 روز میرفتن منطقه جنگی آبرسانی برای کسایی که اونجا بودن و به بسیج یا سپاه یا اینا آبرسانی میکردن. کارش تو منطقه پمپوز بود. برنامه بابا گفت حمید بابا بیا بریم اصفهان یه سری به اصغر عموم بود برادرش که خمینی شهر همون همایون شهر قدیم می نشستن. گفت بریم. اومدم ماشین رو آماده کنم، گفت نه بذار با اتوبوس بریم، خیلی دلم شور میزنه. گفتم بازم بابا دلت شور میزنه. خب بلیت اتوبوس گرفتیم و حرکت کردیم برای اصفهان. ساعت تقریبا فکر کنم 3:30 یا 4 صبح بود رسیدیم ترمینال اصفهان و ترمینال کاوه همچه چیزی بود. برف سنگینی هم داشت میبارید اونجا. گفت که خود به اصطلاح ماشین هایی که دم در ایستاده بودن داد میزدن، مثلا شاهین شهر چند نفر راننده ها داد میزدن دنبال مسافر بودن و یه پیکان سفیدی بود میگفت خمینی شهر 2 نفر. ما رفتیم سوار بشیم، گفتم بابا یه خورده یواش نخوری زمین. اولین بارشی بود که ظاهرا داشت آبادان اون منطقه خوزستان هنوز گرمای خودش رو داشت. تا اون موقع ها این شهرهای بالا خیلی زود سرد میشد. آروم آروم رفتیم سوار این اتوبوس شدیم، سوار این پیکان شدیم و یه سربازی هم اومد نشست با یه زن و مردی بودن. خلاص پیکان حرکت کرد. من و بابا و این سرباز عقب نشستیم، زن و مرد هم جلو نشستن. توی جاده کهندش زن و مرد گفتن آقا نگهدار ما پیاده میشیم و پیاده شدن. کمی که رفت بالاتر سرباز گفت منم پیاده میشم. راننده هم یه آدم اخم خب زد با کنار، گفت تو هم پیاده شو. پیاده شد میخواست حرکت کنه، بابا زد رو شونش گفت آقا من دلم شور میزنه بیس بیایم جلو. و حجی شما که عقب راحت ترین، عقب به این راحتی میخوایم بیان جلو. گفت باشه. گفت نه نمیشه. گفت تا گفت نمیشه بابا قرش کرد. گفت بردک میگم بیس بیایم جلو. خب طرف ایستاد و هی قر و لون میکرد. منم گفتم بابا خب راست میگه، عقب به این راحتی لم دادیم برای خودمون. گفت تو حرف نزن بهت میگم دلم شور میزنه. خب رفتیم نشستیم جلو. من نشستم روی کنسول وسط و اونم کنارم. ماشین همین که حرکت کرد افتاد توی جاده، چند قدم نرفته بود انگار یه کوهی اومد روی ماشین و جلوی ماشین رفت توی هوا و ما از بلوار وسط پرت شدیم توی جاده اون طرف که راه برگشتن بود. افتادیم اون طرف جاده و
ماشین رفت خورد تو یه مغازه‌ای که یه 2 متر بیم ازش زده بود بیرون، بیم از شیشه جلو زد اومد داخل و بین سر من و راننده ماشین گیر کرد اونجا. چشتون روز بعد نبینه. تمام بدنمون میلرزید، اصلا نمیدونستیم چی شده. در کسری از ثانیه این اتفاق افتاد. اومدیم بیرون، دیدم دقیقا از ستون پشت سر راننده ماشین نصف شده، نصف عقب، صندلی عقب و صندوق عقب زیر اتوبوس، یه اتوبوس آبی سرویس نیرو هوایی بود ظاهرا، یا خوابش برده بود یا ترمز نگرفته بود، اومده بود روی ماشین ما و صندلی های عقب و صندوق عقب لش پرس شده بود و من و بابا و راننده با نصف ماشین پرد شدیم اون طرف جاده و توسط اون تیراهن ایستادیم. من هول شدم به راننده، گفتم آقا چقدر شد کرایمون؟ راننده میزد تو سر خودش، گفت حاجی از کجا فهمیدی اینطوری میشه؟ گفتم بابا دلشوره های بابا بی خود نیست. شروع کردیم یواش یواش کنار جاده. خب من فهمیدم که این یک قدرت شاید ماورایی باشه که این پیرمرد داره و این هم ماجرایی از دلشوره های مرحوم پدرم بود که تقدیم شما عزیزان کردم. تا ماجرای بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک و کامنت یادتون نره و اگر پسند کردید نظرتون رو برام بنویسید. خدا یار و نگهدارتون باشه.